در وقت مصیبت سر را تراش میانه من بالای ما مصیبت میاد نگاه میکنیم فرزندان ما میمورن پدر یادم نزدیکی ما میمورن و مردی ما سراشون نمیتراشن همه خیلی برادران سر میتراشن یا میان میبندن یا دستر یا لطه میبندن از مردم فرق کرده میستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انا بریء ممن حلق و سلق و خرق رواه البخاری و مسلم حدیث متفق علیه برادران عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من از همون خیل امت بیزار هستم نگاه کن پیغمبر میگه من از همون خیل امت بیزار هستم که ممن حلق گفتند در وقت مصیبت سرش را میتراشد بین مولا علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح میبرد که ممن حلقه ای شعره او رأسه لاجل مصیبتی گفتن من بیزار هستم از همون امتی که سرش میتراشد مراد از تراشیدن وقتی بالاش مصیبت آمد سرش تراشیدم و انسان من از همون شخص بیزار هستم و امروزه مردی مانه آتو چشم سرش میتراشد این همی کدام دشمنای دین بالای ما مسلمان ها ورگی از همون دوره ما کنم مسادم یگان مولای هم گفتگی نیست امروزه برادر از گرامی بین همین مصیبت سر میتراشن مردم ما مولای ما درباره بی‌تاقی درباره این وای گفتن مردم مانده شدگی این مردمی که آتش مرد سرش میتراشد یا مولا میگه نه نتراش گناه نمیگه برای چی مسئله که درآمد نداره آخه چی داره که مسئله درآمد نداره درباره بیگاه دوشنبه جمعه حدیثه بسیار من کردگی مکروه تحریمی نخور مردم با میخورن برای که اشکم آخی اقتصاد درآمد پیغمبر در حدیث میگه که کسی که در وقت مصیبت سرش میتراشد من از خیلی امت بیزار هستم یا اون کس گرد نمیزنم و همین خاطر برادر بالای ما مصیبت آمد کسی سرش میتراشد و پیغمبر از اون خیلی انسان بیزار هستند درست نیست دیگه و سلقه مراد از سلقه رفع صوته بالبکا در وقت مصیبت با آواز بلند گیره میکنه من از این خیلی امت بیزار هستم میگم سیوم و خرق قطع ثوبه لباس میدرونه در وقت مصیبت لباس دراندن برادران عزیز اینم پیغمبر گفت من از سه طایفه امتم بیزار هستم یکی در وقت مصیبت سر میتراشد دویم در وقت مصیبت با آواز بلند گریه میکند سوم در وقت مصیبت لباس میدراند من از این امت بیزار هستم